با باغ الفبا رو بخونم. این باغ الفبا موضوع شعرش خیلی شعر نمیدونم اصلا خوندیش یعنی سواد فارسی شما از نظر شعری راحت بودی با؟ بله من شعر الفبا رو اول که خوندم واقعا یه جور دیگه به شعر نگاه کردم. خیلی خوب. قصه چی بود؟ من نشنیدم. حالا شما بذارید قصه بله خیلی خوشحال میشم. قصه در مورد یه شهری بود که خیلی باصفا بود، باغای سرسبزی داشت که میوه‌ای داشت که با میوه‌اش با همه میوه‌ها فرق داشت. میوه‌ای صلح و زندگی و دوستی و آشتی بود که وقتی که میوه رسیدن مردم شهر تا اومدن میوه رو بچینن یه دفعه رعد و برق شد و دیگه نتونستن میوه رو بچینن. بعد همه به امید من وقتی که داستان رو تعریف کردم و کلا اصلا این آهنگ چون با نام ایران تموم میشه خیلی توی حال و هوای دیگه رفتم، اصلا یه جور دیگه به شعر نگاه کردم. خب سرزمینم هست و منم مثل همه هموطنای دیگه هم عاشق ایرانم. میخواد شروع کنه خوندن رو رفت فکرش اونجا و خیلی احساس تمام فضامون یه خورده غم انگیز شد و ما یه خورده بهش فرصت دادیم که حالش جا بیاد و شروع کرد. خب حالا برای اینکه یه خورده فضا اون آغاز بشه همه یه خورده غمگین شدیم میذاریم اینو کنار، میریم آهنگو. من از شما میخوام خواهش کنم اول ریتمو بابک جان بزنیم چون برای شروعش دون بوم بام بام بوم. شب شعر توی ذهنم با حروف تازه شب انتخاب واژه. همطور که من میخوندم ایشون هم زمزمه میکردن و این یه احساس خیلی خوبی به من داد. الفوی اوره و آ الفوی اوره و آ اگه بانون جور میومد واسه من قشنگترین اسم توی شعرم در میومد. شعرش شعر به خصوصیه و خوشبخت برای همین من اولش صحبت کردم که همه متوجه شدن چرا این شعر که ما داریم میگردیم تو کتابا دنبال اسم مملکتمون که الف از یه جا پیدا کنیم، یه رو از یه جا پیدا کنیم، ر رو از یه جا پیدا کنیم، نون رو از وسط سفره‌ای که نون توش نیست برداریم الان بشه ایرانمون. یکی از زیباترین ترانه‌های توی که من خیلی